دهم اکتبر در قصر ملت تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. در محل برگزاری جلسه مهمانان عالی‌قدر را راهبر دولت ما محترم امام علی رحمان یک صمیمانه پذیرایی نمودند. برای اشتراک در همایش سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل، پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف، سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان، پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان سادیر ژاپاروف، پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمخمدوف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و دبیر کلی اتحاد دولت‌های مستقل سرگئی لبدف به قصر ملت تشریف آوردند. پس از به هم آمدن اشتراکداران جلسه نخست مراسم عکسبرداری یکجایی سران دولت‌ها برگزار شد. سپس جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به کار خود آغاز کرد. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان راهبران کشورها و اعضای هیئت‌های رسمی را که به تاجیکستان تشریف آوردند صمیمانه خیر مقدم گفتند. محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان در سال ریاست خود در اتحاد در همکاری زیج با کشورهای اشتراکدار و کمیته اجراییه فعالیت فراگیر را بهر تطبیق ثمرناک هدفهای پیش بینی شده ادامه داد. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان اظهار نمودند که فعالیت تاجیکستان همچون کشور رئیسی کننده اتحاد به نایل گردیدن به نتیجه های عملی در رشد همکاری در دایره سازمان نگرانده شده بود. در ادامه جلسه و سخنرانی خود پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که توجه اساسی به تکمیل فعالیت سازمان، توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی، نقلیاتی و لوجستیکی، همگرایی رقمی، همچنین تأمین ثبات انرژتیکی و پیشبرد فعالانه همکاری بشردوستانه روانه گردید. همزمان با تحکیم همکاری در ساحه امنیت و مقاومت به خطر و تهدیدهای معاصر اهمیت خاصه داده شد. در این رابطه در جلسه مسائل مبرم همکاری مشترک در ساحه امنیت از جمله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تحکیم همکاری سرحدی و نظامی بررسی گردید. گفته شد که اظهارات بخشیده به 80 سالگی تأسیس سازمان ملل متحد اراده عمومی کشورهای اتحاد را برای تحکیم صلح و امنیت بین المللی انعکاس می‌نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین اهمیت قبول قرارها آید به تشبث اتحاد دولت‌های مستقل پلوس و دادن مقام ناظر به سازمان همکاری شانگهای در نزد اتحاد دولت‌های مستقل را تاکید کرده این اقدام را همچون قدم مهم در گسترش رابطه‌های بین المللی سازمان ارزیابی نمودند. راهبر دولت ما محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که تحکیم مکالمه فرهنگ‌ها و گسترش همکاری گومانیتری به حفظ و غنی‌گردانی میراث عمومی فرهنگی و تحکیم روح همراهی در دوره اتحاد مساعدت می‌نماید. ذکر گردید که تاجیکستان آمادگی خود را برای ادامه فعالانه تلاش‌ها بهر توسعه این سمت همیاری تاکید می‌نماید. همچنین سرور دولت ما محترم امام علی رحمان از همه کشورهای اشتراکدار برای مساعدت سودمند در جریان ریاست و سهم آنها در تطبیق هدف و وظیفه‌های کنسپسیون ریاست تاجیکستان اظهار سپاس نمودند. در فرجام سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کشور دوست و برادر ترکمنستان را به مناسبت به عهده گرفتن ریاست من بعد در اتحاد تبریک نموده با پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمخمدوف در تطبیق هدفهای پیش بینی شده برای تحکیم من بعد همکاری سودمند بین کشورهای اشتراکدار سازمان اتحاد خواهان موفقیت شدند. پس از سخنرانی همه سران دولت‌ها و گزارش دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل سندهای دخلدار قبول کرده شد. در همین جا پس از امضای سندها میخائیل شویتکوی همرئیس ریاست خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل
عضو شورای اتحاد دولت‌های مستقل اوید به همکاری‌های بشردوستانه، نماینده مخصوص پرزیدنت فدراسیای روسیه اوید به همکاری‌های بین‌المللی بشردوستانه، قرار ریاست خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل را درباره سرفرازگردانیدن رئیس شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مدال برای خدمت‌ها در رشد همکاری‌های بشردوستانه اعلان نمود. پس از مراسم سپاریدن جایزه سرور دولت ما در سخنرانی جنبستی به خزینه بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برای بهای بلند به دستاوردهای او اظهار سپاس نموده تاکید داشتند که این جایزه را اعتراف بلندی سهم تمام مردم تاجیکستان در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری در دایره اتحاد دولت‌های مستقل می‌دانند. سپس پیشوای ملت به اشتراکداران همایش برای کار پرمحصول عرض سپاس نموده نشست را پوشیده اعلان کردند.